شما ستا برای چی نزده؟ آقا اجازه؟ ما دیروز رفتیم سلمونی هم خواست موامونه بزنیم برقا رفت. آری که تاریک چشم نمیدید. یک ساعتی هم نشستم ولی برقا نیامد. ها اتفاقا ما هم همونجا رفتم دیگه، هم رسیدم پامو گذاشتم تو مغازه برقا رفت. بعد اوستای گفت بابا تو چی قدم نحسی داری؟ چی جالب. هم برعکس مویم همونجا بودم. اصلا ما اونجا بودم احمد آمد تو. ما گلم کم چرو بود گفت برو سرت بوش شد تا وقتی ایره فیرت بزنم. ما هم سرم بردم زیر شیر. آقا سعید آمد پاش گذاشت تو جریان همون پای نحس و برق و الانم که در خدمتشون. با اجازه ما برم. وایستا ببینم. اگه تا فردا این موها رو نزنین همه چی خود ماشین میکنم. حتما خودم برش میزنم. هر ستاتون باید بزنه. فهمیدین یا نه؟ وایستا کجا وایستا خشک و خالی هم که نمیشه. آقا اول جواد رو بزنم بعد ما در خدمت هستم. جواد آقا بیا بودم فاصله آقا بزن آقا بزن بزن دو بزن سه بیا برو بابا